14 نوامبر президент توجیکستان امامعلی رحمان همراه با رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی، سروزیر کوهی رسولزاده و رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر زاکرزاده با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شنا شده در معرکه نهال شنانی در یک گوشه باغ نهال درخت نادری سیکوفیا شنانیدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت ذکر کرده است که اولین درختان سیکوفیا کالیفرنیایی را امامعلی رحمان شخصا 20 سال قبل از خارج آورده در باغ قصر ملت شنانده بود. بعد شناندن درخت 4 رهبر اول کشور با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شنا شدند. این میدان که سال 2022 باید به استفاده داده شود به مجموعه معماری رمز استقلال و آزادی باید من بعد به میدان اساسی مرکزی پایتخت تبدیل بیابد. مساحت عمومی میدان استقلال 30 گکتار بوده، 12 گکتارش را مکان برگزاری چهاربینی‌های سیاسی تشکیل می‌دهند.